أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. درباره درمان تمام بیماری ها یک سری درمان‌هایی، داروهایی همه بیماری ها را درمان می کنند. حالا بعضیاش عرض شد، یه مقدارش هم ماند، سریع به اونها اشاره می کنم. یکی داروی پیامبر است که این برای همه بیماری ها، چه بیماری های سخت و چه بیماری های آسان. یکی هم داروی شافی است، این هم درمان تمام بیماری هاست. یکی هم داروی جامع امام رضا است، فقط باید حمالش معلوم بشه. اینا به اون لیستی که عرض شد اضافه میشه. یه سری اموری داریم اینا میتونن باعث هر بیماری باشن. اونا در قبلیه درمان همه بیماری هاست. حالا یه سری امور هم مسبب همه بیماری هاست و میتونه مسبب هر بیماری است. چند تایی اشاره میکنم. عمده اینها گناه است. گناه سبب همه بیماری هاست، زیرا در روایت داریم ما من مرض الا بذنب، نیست بیماری مگر به خاطر گناهی است. نیست بیماری مگر به خاطر گناهی است. و این نفی جنس است. ما من مرض نکره در سیاق نفی واقع شده و این دال بر عموم است، یعنی میتونه علت تمام بیماری هاست، بلکه تمام بیماری ها به خاطر گناه هست. ما من مرض الا بذنب، روایتی هم قبلا خوندیم که نفس گاهی گرم جریان پیدا میکنه، گاهی سرد. اگر گرم باشه چی میشه؟ اشره، بطره، بدخه. اگر سرد باشه چی میشه؟ پژمرده میشه، میؤوس میشه، افسرده میشه. بعد میفرماید و هی العوارض التي تكون منها الامراض، این همون عوارضی که سبب حدوث بیماری هاست. ولا يكون اول ذلك الا بذنب، اول همه اینها و قبل از همه اینها گناه است. گناهی که سیستم بدن را به هم میریزه، ساعت بیولوژی بدن را به هم میریزه، مزاجها را خراب میکنه و در نتیجه انسان بیمار بشه. این اولین چیزی که میتونه علت تمامی بیماری هاست. دومین چیزی که میتونه علت تمامی بیماری ها باشد اسراف، زیاده روی در خوردن، پرخوری، سیری بیش از اندازه. در روایت داریم از پیامبر میفرمایند کل داء من التخمه،
هر بیماری از سیریه. کل داء من التخمه الا الحمى بجز تب فانها ترد ورودن، از بیرون وارد میشه، یعنی میکروب وارد میشه. بیماری عفونی است. پس همه بیماری ها از سیریه. البته روایات در این زمینه متعدد هست. خب یه روایت دیگه هم داریم، میفرماید المعدة بیت الداء، معده خانه بیماری است. یعنی کل بیماری ها منشأش از معده است و معده علت بیماری است و خانه بیماری است. المعدة بیت الداء، خانه بیماری است. خیلی خوب. سومین چیزی است که میتونه علتی باشه برای همه بیماری ها، سومین چیز اسراف در نوشیدن است. زیاد نوشیدن. روایات متعدد داریم. مثلا اقل من شرب الماء، آب کمتر بخورید. فإن الماء، زیرا آب ماده کل داء، ریشه هر بیماری. فإن الماء ماده کل داء، ریشه هر بیماری آب است. پس خیلی از کل بیماری ها میتونه معلول زیاد نوشیدن باشه. و روایات دیگری هم داریم. حضرت امیر میفرماید لا تشرب الماء حتی تشتهی، آب نخورید تا اینکه میل به آب پیدا کنی، تشنه بشی. فاذا اشتهیته فاقل من، هرگاه هم تشنه شدید کمتر آب بخور. فإن الماء ماده کل داء، زیرا آب ماده هر بیماری است، ریشه هر بیماری است. بله، چیزی دیگری که میتونه علت تمامی بیماری ها باشه، یکی تغییر هواست. گاهی گرم میشه، گاهی سرد میشه. روایتش قبلا خوندیم که ان الامزجه تابعه للهوا، انسان بیماری و سلامتی انسان تابع مزاج هاست و مزاج ها تابع هواست. فاذا برد مرة و احتر مرة اخرى، اگر سرد بشه گرم بشه، این سبب انواع بیماری میشه. این خودش مسبب بیماری و انواع اسقام. خب چیزی دیگری که میتونه عامل کل بیماری هاست، درمان بیجا. همین درمان بیجا، عجله در درمان. اینجوری قانونش اینه، انسان هر وقت سلامتیش بر بیماریش بچربه، یعنی بیمار هست ولی قدرت راه رفتن داره، قدرت فعالیت داره، این حق درمان نداره، حق استفاده از دارو نداره، چون این سبب بیماری میشه. هر وقت دیگه نتونست راه بره یا بیماری در بدنش بر سلامتی غلبه کند، در این صورت باید خودش درمان کنه. پس اگر درمان بیجا این هم جزء علل و اسباب بیماری است. یکی بله از چیزهایی که امروز سبب گرفتاری مردم شده، یکی از این چیزها تراریخته هاست. این اصلاح ژنتیکی شده هاست. اینا آمدن ژنش دستکاری کردن، خلقت خدا را تغییر دادن. و خداوند در قرآن می فرماید ولآمرنهم، از قول شیطان،
ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، تا خلقت خدا را بشر دستور بدم تا خلقت خدا را تغییر بدن. و این تغییر خلقت خداست. شینه یه حیوانی یه حشره‌ای میزنن توی گیاه، شینه یه حیوانی در یه حیوان دیگر میزنن و این خودش عامل اصلی بیماری هاست، بیماری های جدید به خصوص. چیزی دیگری که امروزه ما گرفتارش هستیم و عامل بیماری و بدبختی بشر، داروهای شیمیایی و مواد شیمیایی به طور کلی است. داروهای شیمیایی، مواد شیمیایی، این داروها همش عوارض داره. یه جای بدن درست میکنه، 10 جای دیگر بدن را خراب میکنه. پس این عوامل بیماری، عوامل میتونه علت همه بیماری ها باشه. حالا یه چیزای دیگه انشاءالله بعداً عرض کنم. چیزی که مطلبی که مورد بحث هست و شروع کردیم، بحث درمان هاست. حالا از سر، از موها شروع کردیم، حالا یه چیزای مونده راجع به سر، موهای سر. یکی از چیزها بحث سفیدی موه. یک مشکلی شده، مردم نوعاً به سفیدی مو مبتلا میشن. در جوانی جوان موهاش سفیده. پیری زودرس، مبتلا به پیری زودرس میشن. عامل اصلی پیری زودرس سبک زندگی نادرست ماست. اون وعده غذا خوردن و وعده اصلی هم نهار و اهمیت ندادن به شام است. در روایت داریم که ترک العشاء محرمه، شام نخوردن سبب پیری زودرس میشه. هم موها را سفید میکنه و هم خانمها را یائسه میکنه. یائسگی زودرس، ای دختر مثلا 20 ساله 22 ساله مبتلا به یائسگی زودرس میشه. اینا مال اهمیت ندادن به شام و شام به موقع مصرف نکردن. شام وقت داره، بعد از نماز مغرب و عشا دیگه انسان باید شام بخوره، موقعش اینه. و الا اینایی که 10 و 11 و 12 و بعدش ما شام بخوره، و شام نیست، و سحریه دیگه، او شام نخواهد. خیلی خوب. این نکته سبب پیری و موهای سفید. البته حالا ممکنه بعضی وقتا سبزیجات این کار را بکنه. این روغنهای نباتی اینا سبب این کار هم میشن، ولی در مقابل درمان سفیدی مو روغن زیتون، روغن زیتون بخصوص روغن زیتون وحشی، روغن زیتونی که خودش میرویه، خودروه، اینجور نیست که بکارن آب بدن. اینا زیتونش ریزه، روغنش هم تلخه، خوراکی نیست. اینا برای مالیدن خوبه، ولی اینا این خاصیت را دارن که به مرور زمان هم جلو سفیدی مو میگیره، هم به مرور زمان سفیدی مو را درمان میکنه. البته چیزی که در قرآن و در روایات سفارش شده، استفاده از روغن زیتون هم برای مالیدن و هم برای خوردن، هر دو، هم برای مالیدن. و شجرة تخرج من في طور سیناء تنبت بالدهن و صبغا للآکلین. درختی است که در طور سینا، درخت زیتون، تنبت بالدهن، دهن برای روغن مالی، دهن که میگن یعنی روغن مالی برای مالیدن، و صبغا للآکلین، و به عنوان یک خورشت و ادام با نان با برنج خورده میشه.
پس اگر کسی هم روغن زیتون بخوره، بخصوص روغن زیتون، بخصوص روغن زیتون وحشی بماله، این مشکل سفیدی مو برطرف میشه. البته حالا بعضی ها معتقدن چیزهای سیاه در تغییر رنگ مو مؤثره، مانند سیاه دانه، مانند هلیله سیاه، مانند بادنجان و چیزهای سیاه دیگر. البته روغن سیاه دانه هم خوبه، اگر به روغن زیتون وحشی هم اضافه بشه دیگه چه بهتر، ولی به شکل خوراکی سیاه دانه و هلیله سیاه و پوست بادنجان لااقل این به عنوان یه دارویی است برای سفیدی موست. البته حالا ممکنه بعض رنگ هایی که الان عرض بکنم برای سفیدی مو هم مفیده، و الا قانون رنگ، حالا هر رنگی که مو با اون رنگ میکنند این سبب سفیدی مو میشه. به خصوص حنا در روایت داریم که انه یشعل الرأس شیبا، همه سر را سفید میکنه. حنا یشعل الرأس مثل آتش، یشعل الرأس شیبا، شعله‌ور میکنه سر را و سفید میکنه. شیب یعنی سفید، موی سفید. اما حالا این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به رنگ مو. مو با چی چیزی باید رنگ بشه؟ این رنگ‌های شیمیایی که ضرر داره و عرض کردم سفیدی مو را تسریع میکنه و علاوه بر این شیمیایی دیگه به بدن آسیب میزنه، ضرر میزنه. ولی رنگ موی طبیعی که اهل بیت موهاشون رنگ میکردند، یکی از این رنگ ها به نام ورس زرد رنگ، این گیاهی است، برگای ریزی است به نام ورس. اینا میشه موها را با اون رنگ کرد و موها را زرد میکنه. بله، موها را طلایی میکنه، زرد میکنه. این یکی دیگر هم بابونه، اگر با روغن زیتون مخلوط بشه، بابونه آسیاب شدهش، این هم موها را طلایی میکنه. حتی اینایی که موهاشون مشکیه، اگر روغن زیتون با بابونه بمالند رنگ مو میشه طلایی، تبدیل میشه به طلایی. این هم یه رنگ دیگه است. بله، رنگ سوم حنا دیگه معروف ترین و مشهورترین رنگ مو. خواص زیادی هم داره، فواید زیادی هم داره. 14 تا فایده در روایات ذکر شده، من جمله مثلا صدای گوش را درمان میکنه، سردرد را درمان میکنه و چیزهای دیگه است. خب این باعث رشد مو هم میشه. بله، حنا هم رنگ هم باعث رشد مو میشه. در روایت داریم که 1 درهم در حنا اگر مصرف کنید بهتر از 1000 درهم در راه خدا بدید. بهتر از 1000 درهم. 1 درهم خیلی علی حال فواید زیادی داره. حنا خیلی سفارش شده، از درختان بهشت است. حنا از گیاهان بهشت و از گیاهان بهشتی است. خیلی با ارزش. پیامبر حنا را خیلی دوست داشتند. البته حالا روایت شهروز بخونم. 14 تا مشکل و بیماری را
درمان میکنه. 14 تا فایده داره. رنگ بعدی به نام وسمه که امام صادق از این رنگ استفاده میکردن. رنگ وسمه به نظر میرسه رنگ حنا قهوه‌ایه، قرمز تا قهوه‌ای. وسمه کمی تیره تره. وسمه رنگ موی خوبی است، گیاهی است، مشکلی نداره، عوارضی نداره، فقط یه مشکل داره. وقتی مصرف مداوم باشه، زیاد باشه، مدت طولانی، دندونها را لق میکنه. یعنی شما موها را رنگ میکنید، دندونها را سست میکنه. در روایت داریم که امام صادق میفرماید نقضت الوسمة اسنانی، وسمه دندانهام را سست کرد. نقضت الوسمة اسنانی فمضغت هذا العلك لاشدها. یکی اومد دید امام داره آدامس میجوه، حالا کندور یا چیز دیگه است مثل سقز، امام آدامس میجوه. و این راوی تعجب بکنه، به امام عرض میکنه که شما آدامس میجوید. امام فرمود نقضت الوسمة اسنانی، وسمه دندونام را سست کرد. و مضغت هذا العلك، این آدامس را جویدم تا دندونام محکم میشه. پس جویدن آدامس البته طبیعی، مثل کندور به خصوص، جویدن آدامس دندانها را محکم میکنه. حالا شاید در بحث دندان هست. و الا وسمه خودش یکی از رنگ هاست. یکی از رنگ های مهم و شاید از همه مرغوب تر باشه رنگ کتم هست. رنگ کتم مشکیه. رنگ کتم، گیاه کتم مشکیه، سیاه رنگ است و تیره است. در روایت داریم که امام حسین در روز عاشورا با کتم موهاشون رنگ کردن. آدم پیر را مثلا جوان نشون میده در مقابل دشمن به خصوص. چیزی دیگری که موها را رنگ میکنه، تیره میکنه و ممکنه هم درمان باشه، سماق رنگ رزان است. سماق رنگ رزان برای موها خوبه، هم مفیده و هم موها را رنگ میکنه. یه چیزی دیگری که موها را رنگ میکنه عفس، در عربی بهش میگن عفس و در حقیقت همون میوه سرو است. بله، میوه سرو یه میوهی داره بعضی سروها، میوهی است که مثلا از فندق بزرگتره. حالا در روایت داریم مثلا داروی مرکب 3 فرماید اندازه یه فندق یا اندازه عفس، مقدار و عفستین که از فندق یه ذره بزرگتره، سبز رنگ، خارم داره. خارهایی است که ولی خارهاش اذیت نمی کنه. خب بهش میگن عفس. این هم اگر خوش بشه و به موها بالیده بشه با روغن، موها را تیره میکنه. خیلی خوب. این راجع به در رنگ مو، یکی از مشکلات مو و رنگ مو. برای ریزش ابرو، خب این برای خانم‌ها مفیده. روغن بنفشه روی ابرو بمالند خوبه و جلو ریزش ابرو میگیره، بلکه باعث رشد ابروها میشه. یه بحث دیگر بحث و تحنا هم هست. بحث دیگر
بحث موژه هاست که حالا بعضی ها به این مشکل مبتلا میشن، موژه هاشون میریزه یا کوتاه، دوست دارن رشد کنه. این درمانش سرمه کشیدن است. سرمه اسمد بهترین تقویت کننده مو و موژه به خصوص همین سرمه اسمد و دشمنترین موژه ها و موی چشم این سرمه 7 مغز میگن، خیلی خطرناکه. سرمه 7 مغز و مواد شیمیایی مثل ریمل چی میگن اینا، علی حال اینا برای موژه ها ضرر داره، ولی در مقابل سرمه کشیدن با سرمه اسمد یعنی سنگ انتیمون این بهترین تقویت کننده موژه است. این یکی تمام شد. بحث بعدی راجع به چشم، درمان بیماری های چشم. یکی از مشکلات چشم ورم پلک چشم هست. این ورم پلک چشم بله حالا میتونه علل مختلف داره، متعدد داره، گاهی به خاطر گرمی، گاهی به خاطر التهاب و عفونت. خب برای ورم چشم یه درمانی داریم به نام سکبینه. سکبینه این اگر حل بشه یا خود داروش تهیه کنید، این حل میشه و روی ورم گذاشته میشه، انشاءالله ورم رو میخوابونه. و اما بیماری های خود چشم، خب بیماری های خود چشم، یکی از بیماری های خود چشم سرمه کشیدن. به طور کلی سرمه کشیدن، انواع سرمه برای بینایی مفیده. سرمه کشیدن برای بینایی مفیده. یکی از سرمه ها سرمه اسمد است، سنگ سرمه است. سرمه اسمد و سنگ سرمه فواید متعددی داره. یکی از فوایدش همین تقویت نور چشم، نور چشم رو تقویت، بینایی رو تقویت میکنه، سرمه اسمد. خب یکی دیگر هم سرمه کافوری است. این هم برای ضعف بینایی مفیده. سرمه کافوری و بستگی داره. اینایی که ضعف خیلی شدید ندارن 15 روز یک بار است، و اگر شدید دارن مثلا 3 روز 2 روز حتی هر شب میتونن استفاده کنن. این برای ضعف بینایی، سرمه کافوری برای ضعف بینایی مفیده. سرمه کافوری بینایی رو تقویت میکنه، بینایی رو تقویت میکنه. بله یکی هم برای ضعف بینایی مفیده سرمه توتیاست. سرمه توتیا بینایی رو تقویت میکنه. سرمه توتیا، باید توتیا را خوب تشخیص بدید. چیزی که در اینجا بهش میگن سنگ کبود. البته این سرمه توتیا خودش یه ترکیبیه، میتونید از اون اینایی که مشکل بینایی دارند و ضعف بینایی دارند میتونن از اون استفاده کنن برای ضعف بینایی. برای حالتهای سخت که انسان خیلی بیناییش مشکل پیدا میکنه،
یه سرمه‌ای داریم، سرمه فلفل. این دیگه هرچی هم بینن چشم سرد شده باشه و بیناییش کم شده باشد، این سرمه فلفل برای او درمان است. بله، یه سرمه دیگری هم هست، سرمه ورس است. این هم برای بینایی مفیده و برای تقویت بینایی. این راجع به تقویت بینایی. و اما راجع به آب مروارید، برای آب مروارید یا آب سیاه، بله، به عنوان پیشگیری این سرمه اسمد است. سرمه سنگ سرمه اسمد، این پیشگیری از آب مروارید و آب سیاه جلو اون میگیرد. یک. برای آب مروارید سرمه بعدی سرمه نوشادر است. سرمه نوشادر این هم برای بینایی مفیده. روشش هم سرمه بکشن، البته تنده و باعث سوختن چشم میشه و مدتی باید مکس کنه، تحمل کنه تندیش، بعد هم بشوره و با سرمه اسمد سرمه کند. سرمه اسمد این هم درمان آب مروارید. و یه درمان دیگر برای آب مروارید سرمه عناب. سرمه عناب برای آب مروارید مفیده و درمان آب مروارید است. بله، این درمان آب مروارید، سرمه عنابی. و اما برای بیماری عفونت چشم یکی سرمه کافوری مفیده و یکی بله قطره عفونت یا قطره مخصوص عفونت چشم هست. یکی سرمه کافوری عفونت را برطرف میکنه، یکی هم قطره عفونت هست. این هم عفونت چشم و التهاب چشم رو درمان میکنه. بله، یکی هم ورم شبکیه است یا هر خللی که در شبکیه به وجود میاد، درمانش روغن بنفشه روی ابرو بمالند. روغن بنفشه روی ابرو بمالند. یکی از درمانهایی که انسان بیناییش خیلی ضعیف بشه حجامت پشت گوش. حجامت پشت گوش، این بعض حالتها هیچی درمانش نمیکنه به جز حجامت پشت گوش. خب این یکی برای. و اما برای کوری، یا ضعف بینایی شدید، برای کوری و ضعف بینایی شدید داروی شافیه است. شافیه، بله، داروی شافیه با آب باران، ولی بارانش باید تازه باشه، یا مال امروز یا مال دیشب باشه. اون وقت این باید سرمه بکشند با این داروی شافیه به مدت 4 روز. به مدت 4 روز سرمه بکشند. اگر بینایی رو به دست آورد، اگر به دست نیاورد تا 8 روز این کار را ادامه بده. البته این 2 روش داره. یه روشش این است که آب باران که بیاد شافیه را حل کنه به اندازه 4 روز و 4 روز استفاده کنم. ولی روش بهترش این است که
هر بار باران میاد سرمه بکشه، یه مرتبه، یه روز البته بله سرمه بکشه، بعد هم میره تا باران بعدی، همینجور تا 4 مرتبه. اگر خوب شد، اگر نشد همون تا 8 مرتبه ادامه بده. درمان کوری است، این درمان کوریه، شافی است. البته شافی 16 ماهه باید باشه، نه هر شافی 16 ماهه است. خب این راجع به مشکلات چشم، و اما اگر توی چشم خونریزی بشه، یه نقطه مثلا قرمزی بعضی وقتا یا کلن چشم قرمز بشه، در این صورت با تخم کتان، لعاب تخم کتان در چشم بریزن، این سرخی چشم را برطرف بکنم. یکی از مشکلات چشم ناخنک هست، ناخنک چشم، و این ناخنک چشم درمانش با سرمه نوشادر است. سرمه نوشادر و عسل و انگوزه، این دوتا را با اون سرمه بکشه، انشاءالله ناخنک رو برطرف میکنه. این راجع به درمان بیماری های چشم یکی فقط مانده و اون شبکوریه. برای درمان شبکوری البته زردک در این زمینه مؤثره، هم برای تقویت چشم هم برای درمان شبکوری. الجزر مقوی للبصر، هویج زردک مقوی بینایی است، تقویت کننده بینایی است. یکی دیگر هم این آیه نور رو با زعفران و مشک بنویسند، الله نور السماوات والارض مثل نوره، تا آخر آیه با زعفران بنویسند و با آب بشورن، آب باران و سرمه بکشن با این آب انشاءالله. البته کم طول بکشه، 100 میل میخواد، انشاءالله مشکل شبکوری با این وصف برطرف میشه. خیلی خوب، این راجع به بیماری های چشم. و اما بیماری های گوش، خب این بیماری های گوش گاهی سنگینی گوش، گاهی صدای گوش، گاهی التهاب عفونت گوش و گاهی هم جابجا شدن مایعات گوش است. اما راجع به ضعف شنوایی، درمانش یکی روغن فیجن، این برای شنوایی مفیده، روغن فیجن، قطره فیجن، این باید تو گوش بریزن. این شاخصترین و بهترین درمان برای بیماری های گوش و من جمله ضعف شنوایی است. در پیران، غیر پیران، اینایی که مبتلا به ضعف شنوایی میشن، این قطره فیجن برای اونها مفیده. قطره دیگر برای گوش مفیده، قطره خردل برای گوش
شاید اثرش حتی بیشتر از فیجن و مواردی که فیجن درمان نمیکنه قطره خردل درمان میکنه. قطره خردل مفیده. و اما کسی که مبتلا به جابجا شدن مایعات گوش سرگیجه پیدا میکنه، همین که پا میشه میفته، بله فکر میکنه مثلا یه بیماری خطرناکیست، نه، این مال جابجا شدن جابجایی مایعات گوش است. برای جابجایی مایعات گوش 2 تا داروه، یکی همون قطره فیجن، یکی هم پودر سداب به شکل خوراکی. پودر سداب رو مصرف کنن، بخورند، مشکل این مایعات گوش رو برطرف بکنن. بله. و اما برای عفونت گوش، برای عفونت گوش و کثیفی گوش روغن بنفشه سفارش شده. برای گوش البته روغن فیجن هم مفیده، روغن بنفشه هم مفیده برای عفونت گوش. برای کنجد. بله. و اما برای کری، نایی که مبتلا به کری میشن یا مادرزاد کرند، اینا درمانشون داروی شافیه است. داروی شافیه یه سری دستوراتی داره، باید تو گوش ریخته بشه، تو بینی هم ریخته میشه و روی سر، بقیهش هم روی سر بریزند. این درمان کری و ناشنوایی است. البته حجامت پشت گوش هم در بعض موارد برای گوش یا حجامت سر برای گوش مفیده. خب این راجع به گوش. و اما صدای گوش، این صدای گوش یک بیماری سخت و لاعلاج است. درمان اولش همون روغن فیجن با انقوزه. روغن فیجن که در اون انقوزه حل کنن و در گوش بریزند، این برای صدای گوش مفیده. یکی دیگر درمان دیگر برای صدای گوش حنا که به سر بمالند صدای گوش برطرف میشه. درمان یکی از فواید حنا همین صدای گوش رو برطرف میکنه. خب این هم بحث گوش تمام شد. حالا میاییم سراغ بیماری های بینی. راجع به بیماری های بینی. بیماری های بینی عبارت از سینوزیت هست و احتقان. بله، سینوزیت، احتقان برای بینی و پولیپ بینی، گوشت اضافه در بینی به وجود میاد. اما راجع به بسته شدن بینی که بسته میشه، درمانش قطره مرزنجوش جامع است. البته اگر پولیپ نباشه، قطره مرزنجوش جامع که در بینی بریزن بینی را باز میکنن. و اما برای سینوزیت، برای درمان سینوزیت 2 تا داروه، یکی روغن بنفشه پای کنجد و دیگری قطره مرزنجوش جامع است. این 2 تا باید بریزن، یعنی اول باید قطره مرزنجوش جامع ریخته بشه، بعد هم روغن بنفشه بریزن. این برای سینوزیت درمان بسیار خوب و مؤثری است.
و اما برای پولیپ بینی علاوه بر قطره مرزنجوش جامع استفاده از آهک آدم انگشتش داخل آهک میذاره، بعد میبره داخل بینی که آهک به پولیپ برسه و پولیپ را از بین ببره. اگر با اینا حل نشد یه داروی دیگر قسط و نمک اینا در بینی بیا بریزن یا با انگشت اینا داخل بینی و به پولیپ برسونن. انشاءالله مشکل پولیپ حل میشه و نیاز به عمل نخواهد. گاهی هم افراد مبتلا به خون دماغ بشن و برای خشکی دیواره بینی کترک میخوره و انسان مبتلا به خون دماغ بشه. درمان این حالت یکی روغن بنفشه پای کنجد در بینی بریزند، یکی هم سویق سیب برای بینی مفیده، برای خون دماغ شدن شاید بهترین درمان برای خون دماغ شدن سویق سیب است. خب حالا این راجع به بیماری های بینی حالا یک بیماری مونده هم برای چشم، البته چند تا بیماری برای چشم مونده و برای بینی. یکی از بیماری های چشم انگل گربه است. انگل گربه، حالا کسی که مبتلا به انگل گربه بشه، این انگل به چشم حمله میکنه و برای چشم مشکل درست میکنه و درمان انگل گربه سرکه زیاد باید بخورند و اگر خوردن جواب نداد خود سرکه را در چشم بریزن یا سرمه بکشن. بله، این راجع به انگل گربه. یکی از بیماری های چشم بهجت است. البته بهجت ممکنه در هر قسمتی از بدن ظاهر میشه، ولی بدترین قسمتی که درش بهجت ظاهر میشه همین بحث چشم است. و اما درمان بیماری بهجت، حالا خواه تو چشم باشه خواه جای دیگه باشه، درمانش بله یکی داروی روماتیسم، یکی داروی طریفل، یکی هم داروی قرص خون برای بهجت، داروی قرص خون، یکی هم دوسین یعنی عسل و سیاه‌دانه، و برای چشم قطره عفونت، برای چشم قطره عفونت و سرمه کافوری. انشاءالله این مشکل بهجتی که در چشم درمان میکنه. و اما برای استیگمات، برای مشکل استیگمات، این یکی سرمه توتیا مفیده برای استیگمات. بله، یکی سرمه توتیا مفیده و یکی هم ورزش چشم. باید چشم را بله ورزش کنه، ورزش بدن. یه خودکاری جلو چشمش میگیره، نوکش نگاه میکنه، آرام آرام میاره جلو. این در روزهای اول 4-5 بار، بعد یواش یواش بیشتر کنه تا 20 مرتبه، بعد هم بر میگرده تا همون 5 بار. انشاءالله این مشکل استیگمات برطرف میشه.
این یکی هم تمام شد. بحث بعدی یک چیزی مونده برای چشم و اون تومور چشم است. شاید جزو بدترین تومورها تومور چشم است. درمان تومور چشم یکی داروی باز خصوص اگه بدخیم باشه، خب این قد متورم میشه میاد بیرون، یک وضع یک وحشتناکیه، چشم هم بیرون میندازه. درمان او یکی همون عسل و عنقوزه است. دومین درمانش داروی ثفا. داروی ثفا با آب زردک است. داروی ثفا با آب زردک است. این برای چشم مفیده. بعد هم داروی سلعه، داروی پیامبر هم با آب زردک. بعد دستور ورم، دعای ورم، ژل رویال و عسل. بله، حالا جامع با آب زردک، قرص خون. و برای خود چشم هم عسل و سیاه دانه سرمه بکشن. عسل و سیاه دانه، بعد سیاه دانه خیلی نرم کوبیده بشه و عسل خوب با سیاه دانه با میل سرمه در چشم بکشن که انشاءالله این مشکل برطرف بشه. و اما راجع به بینی هم یکی از مشکلات بینی هم توموری که در انتهای بینی به وجود میاد یا در سینوس ها. درمانش داروی ثفا با آب مرزنجوش و داروی سلعه، داروی پیامبر با آب مرزنجوش، دستور ورم، دعای ورم، ژل رویال و عسل و جامع با آب مرزنجوش، و قرص خون. علاوه بر اینها جامع و عسل تو بینی بریزن، جامع با عسل توی بینی بریزن و علاوه بر اینها عسل و سیاه دانه توصین را در بینی بریزند. این برای تومور بینی است. خب این یکی تمام شد. حالا میاییم سراغ بیماری های دهان. گفتی بیماری دهان؟ برای بیماری های دهان، برای ترک لب عرض کردیم. درمان ترک لب و تبخالی که در اطراف دهان به وجود میاد یا فیستولی که در اطراف دهان به وجود میاد، روغن بنفشه به ابروها مرتب هر شب بمالند. مالیدن روغن بنفشه به ابروها است. این یکی از بیماری ها. یکی از بیماری های دهان آفت زبان است. آفت زبان، برای درمان آفت زبان حنا با سرکه حل کنند و روی زبان بمانند. داروی محلول هم اگر حل کنند و روی زبان بمالند خالی از فایده نیست. و اما مشکل بعدی ترک‌های زبان یا سوختگی زبان. این درمانش لعاب اسفرزه است. لعاب اسفرزه روی زبان بمالند، انشاءالله مشکل ترک و سوختگی زبان برطرف بشه. و
اگر مشکلاتی در سق باشه، مثلا افتادگی سق داشته باشن، برای درمان افتادگی سق یکی با سرکه قرقره کنن، یا سرکه و عسل، سرکه به تنهایی یا سرکه و عسل قرقره کنن، برای او مفیده. خب یکی از مشکلات بیماری های لثه. برای بیماری های لثه، خب اگر لثه مشکل پیدا کنه، ملتهب میشه، چند تا درمان داریم. یکی از درمانهاش پودر دندان که با اون مسواک میزنن. خود مسواک عراق هم در این زمینه مفیده، باید روی لثه بکشن. این درمان اول. درمان دوم لثه، به خصوص اگر لثه شل شده باشد، ساد کوفی، ساد دهان، داروی ساد دهان این لثه را محکم میکنن. و درمان بعدی و 100% لثه، یعنی لثه مثلا به جای رسیده باید عمل بشه و هیچ راه چاره ای نداره، درمانش خمیر هنزل اندازه سر ناخن وردارند و روی لثه بمالند، انشاءالله مشکل لثه برطرف بشه. و اما بیماری زبان کوچک، اگر زبان کوچک بزرگ شده و باعث مشکلات شده، درمانش غرغره آب نوشادر است. با آب نوشادر غرغره کنند. بله. و اما بیماری های دندان، یکی از مشکلات دندان زرد شدن دندان است و این داروش سفید کننده دندان. یه دارویی داریم به نام سفید کننده دندان، این خیلی مؤثر و قویه و دندان ها را سریع سفید میکنه. این یک از مشکلات دندان. یکی از مشکلات دندان جرم دندان است. برای جرم دندان بهترین درمانش چوب زیتون که با اون مسواک بزنن. مسواک با چوب زیتون، این جرم دندان، البته چوب عراق هم در این زمینه مفید و مؤثره، ولی چوب زیتون در خصوص جرم قوی تر است. یکی از مشکلات دندان لق شدن دندان و این درمانش سعد کوفی روی لثه ها بمالند یا مسواک بزنند، به شکل معجزه آسا دندانی که لق شده همون لحظه محکم میشه، ثابت میشه، معجزه آسا. بله. یکی از مشکلات دندان هاست بچه هایی که دندانشون خورده میشه یا بر اثر مصرف فولیک اسید، اینا دندوناشون سیاه میشه و خورده میشه، از بین میره. درمان این بیماری داروی استخوانساز است. استخوانساز برای دندان ها چون اینا استخوانن مفیده. بله. این برای خوردگی دندان ها و ضعیف بودن اوناست. و اما برای آبسه، پوسیدگی دندان، این دو حالت داره و درد دندان درد. اگر سوراخ داره دندان، روغن هنزل
داخل سوراخ دندان بریزند، بعد یه پنبه بگیرند با روغن حنظل آغشته کنند و با فشار و محکم وارد سوراخ دندان کنند. هر وقت هم بیفته دوباره این کار را انجام بدن، مجددا روغن حنظل و مجددا پنبه است آغشته و داخل. و اما اگر مشکل از ریشه باشه و سوراخی در دندان نیست، دندان سوراخ نیست ولی پوسیدگی داخل دندان و به عصب رسیده باشه، این درمانش این است که همون روغن حنظل توی گوش بریزن، دردش برطرف میشه و بعد از چند روزی هم عصب کشی محقق میشه، تنظیم ریشه عصب کشی هم محقق میشه. این راجع به پوسیدگی دندان. حالا گاهی کسی دندانش میفته ولی حالا ما به این مرحله نرسیدیم. در روایت داره که میتونی دندان یک مرده بگیرید و به جای دندان افتاده بذارید، یا دندان یک گوسفند بگیرید و بتراشید بعد هم بذارید به جای اون دندان باشه. یکی هم بستن دندان ها با طلا و نقره است. قدیم خیلی زیاد بوده، یعنی مردم وقتی میخندن یه دندون طلایی دارن یه دندون نقره دارن. قدیم بوده، الان نیست، کمه. این هم برای محکم کردن دندون هاست و اگر دندانی افتاده باشه به وسیله اینها محکم بشه، پر میکنن و محکم. یکی از مشکلات دیگر خردگی لثه خورده میشه. این خیلی هم مبتلا بر اثر جرم یا چیزی دیگه لثه خورده میشه، کوتاه میشه. این تنها درمانی که در دنیا و روی کره زمین مسواک است، مسواک عراق. این را باید روی لثه بکشن. تنها چیزی که باعث رشد و نمو لثه بزرگتر میشه، درشت میشه. خود مسواک عراق باید روی لثه بکشن. این درمان خردگی لثه و کوتاه شدن لثه است. درمان اورژانسیه. و اما اینایی که نیاز به ارتودنسی دارند و دندانهاشون کج میشه، این درمانش همون مسواک عراق که روی لثه بکشن. این وقتی باعث میشه که لثه رشد کنه و دندانها، چون دندانها جا ندارند، یکی میاد جلو یکی میره عقب، و این مسواک عراق باعث میشه دندانها لثه رشد کنه و جا باز کنه برای دندانهایی که باید در جای خودش قرار بگیره. این هم راجع به مسئله ارتودنسی است. بله، حالا اینه که از بیماری های دندان به ذهنم رسید همین هاست. حالا ممکنه باز بیماری های دیگری وجود داره. چی؟ برای خارش گوش. بله، برای بهترین درمان خارش گوش روغن بنفشه است، توی گوش بریزه. برای کیست لثه، بله، برای کیست لثه یا لثه کیست باشه، این داروی خمیر حنظل داروی بسیار خوبی است. یکی هم تباشیر و سود، تباشیر با سود و قصد.
روی لثه بمالن، انشاءالله مشکل کیست لثه را برطرف کنن. عرض کردم اون خمیر حنظله سختش، البته معمولیش پودر ساده. تحلیل همینه، گفتم مسواک، تنها درمانش مسواک. بله؟ برای پرده پارگیشه؟ پارگی پرده بود؟ بله. بفرمایند برای پارگی پرده گوش این طرها درمانش ریختن عسل توی گوش است. حالا یک کم ریسک هست ولی عملا دیدیم جواب داره، چیز خوبیه، باعث ترمیم پرده شده است. توموری که توی لثه در میاد، تومور اون که با آب مرزنجوشه، داروها باید با آب مرزنجوش مصرف کنه. یکی از بیماری ها که بعضی ها مبتلا میشن، یه زخمی در زبان به وجود میاد که بعضیاش بدخیمه، این زخما بعضیاش بدخیمه و به راحتی درمان نمیشه. این درمانش یکی جامع و عسل، دیگری صبر زرد آسیاب کنن روش بمالن، صبر زرد، یکی دیگر هم حناس. این ستا برای این زخما حتی اگر بدخیم باشه انشاءالله مفیده. داخل دندان گوشت اومده بیرون، اینو چطور میشه درمان کنید؟ با قسط و نمک و با آهک. خب این راجع به این مسئله. دندونه حساس، حساس، برای دندونای حساس جویدن خرفه، برای دندونای حساس جویدن خرفه و برگ خرفه بسیار مناسب است. خب این هم گاهی هم فشار چشم میشه. بله، برای فشار چشم، برای درمان فشار چشم یکی حجامت پشت گوشه و یکی هم حجامت سر است و یکی هم سرمه عنابی. سرمه عنابی برای فشار چشم مناسبه. خب این راجع به این چیز هست. حالا آمدیم سراغ سیاهی که زیر چشم است. حالا کلن پوست صورت و سیاهی زیر چشم، برای بیماری سیاهی زیر چشم یه دارویی داریم به نام سواد. داروی سواد برای سیاهی زیر چشم مناسبه. جایگزینش هم عسل و سرکه. عسل و سرکه روی همون سیاهی بمالند انشاءالله مشکل برطرف بشه. البته روغن بنفشه هم کلن صورت را سفید میکنه و من جمله همون سیاهی. البته این سیاهی گاهی هم به خاطر کم خونی است که در کنار این داروهایی که عرض شد قرص خون و خونساز باید تجویز بشه. کدوم روغن بنفشه؟ زیتونیه. بله ترمیم دندان که عرض کردم با روغن حنظل ترمیم دندان، با روغن حنظل. و اما راجع به سنگ بزاق، گاهی افراد مبتلا به سنگ بزاق میشن، درمانش داروی جامع امام رضا با آب انار. داروی جامع امام رضا با آب انار. خب حالا این تموم شد. بحث بعدی راجع به بیماری های مغز
ها؟ لکنه زبان رو لکنت نگفتم؟ گفتم برای لکنت زبان، اینایی که مشکل لکنت زبان دارن، یکی داروی جوارشن، یکی هم داروی لکنت داریم، داروی لکنت زبان روی زبان بمالند. یکی هم داروی تقویت عصب و داروی صفرابر و سرد کننده است. این لکنت را انشاءالله برطرف میکنم. خیلی خوب، این یکی هم تمام شد. و اما بحث بعدی راجع به حالا صورت تموم کنیم، بعد بریم سراغ مغز. یکی سیاهی زیر چشم بود، یکی دیگه مثلا یک کسی میخواد صورتش رشد کنه، اینا به خصوص بعض خانم‌ها خواهد مثلا گونه داشته باشن، این درمانش داروی بزرگ کننده است، یا دارویی داریم به نام داروی بزرگ کننده است. روی صورت بمالند و یا پلاستیکی چیزی روش بگذارند، انشاءالله این تغییری حاصل بشه. بله، بعد مشکل دیگر این چاله و چوله‌ای که توی صورت به وجود میاد یا جای جوش بهش میگن. بله، برای درمان اینها و خود جوش صورت، درمان اونها بهترین درمانش داروی صاف کننده خون است. داروی به مقدار زیاد مداوم مصرف کنند، صورت صاف و شفاف میشه. واقعا بنفشه هم بمالند. البته گاهی هم نیاز به داروی جامع و عسل روی این چاله ها بمالند. انشاءالله این مشکل برطرف بشه. آبله ها رو انشاءالله بعدين میگیم با هم. حالا این آبله ها با هم میگیم دیگه، چون مال پوست. خب این یکی تمام شد. حالا نمیدونم وقت 10 دقیقه وقت داریم. محل بخیه چی؟ برای محل زخم یا محل بخیه در صورت و کل بدن، درمانش استخوان کهنه که داره تبدیل به خاک میشه، بهش میگن رمه. اینا بگیرن یا خود استخوانه درسته بگیرن، روی محل بخیه و زخم مرتب بمالن، انشاءالله مشکل برطرف میشه. یا این که پودر استخوان را پودر کنن و روی زخم و بخیه مرتب بمالن، انشاءالله اثرش از بین میره. و جامع و عسل هم اگر بمالند خالی از لطف نیست. این راجع به صورت. و اما راجع به مغز، حالا بعضی بیماری هاش را بگیم. یکی کوچک شدن مغز است. مغز که کوچک بشه، درمانش روغن بنفشه تو بینی باید بریزن. ریختن روغن بنفشه در بینی، این برای کوچک شدن مغز باعث رشد مغز. یکی هم داروی عقل، این هم باعث رشد مغز میشه. البته این کوچک شدن مغز حالا عوارض مختلفی داره، گاهی به شکل پارکینسون ظاهر میشه، گاهی به شکل فلجی مغز ظاهر میشه، گاهی به شکل سفتی مغز ظاهر میشه و حالتهای مختلف داره، یا حتی برسه به آلزایمر. درمانش یکی روغن بنفشه باید در بینی بریزن. درمان دیگرش داروی عقل. درمان سومش داروی جامع امام رضا با آب مرزنجوش
بخوره، مصرف کنه. انشاءالله این مشکل، البته یکی از درمانهاش هم روغن بنفشه، ولی به شکل مالیدنی به موها بمالند. روغن بنفشه عرض شد که به موها بمالند تمامی بیماری های مغز رو درمان میکنه، من جمله کوچک شدن مغز. هر شب گفتن نکنید که دیگه سفید مثل زن میشه. آره گفتن هفته 2 شب، ولی اگر بیماری باشه هر شب بمونه. نه نمیخواد، چون مال چیزی دیگه، برعکس این مغز کوچیک میکنه، چون آب مغز را خالی میکنه. بله، این یکی از مشکلات مغز است و درمان. گاهی هم مسئله کوچیک شدن مغز حاد است و شدید است. در این صورت علاوه بر این داروهایی که عرض شد، داروی پیامبر با آب مرزنجوش اینجا دیگه مفیده، مؤثر و مفید. استاد ببخشید، این که داروی بنفشه میفرمایید همه رفقا یا شاید اکثرشون، نگیم همه، مرددن پای زیتون. بله عرض میکنم، قانون کلی عرض میکنم، خیالتون راحت میشه. کلن روغن بنفشه زیتونی برای استعمال خارجیه، موها، صورت، بدن، محل حجامت، توی ناف، این برای بیرون بدن، خارجی، استعمال خارجی. و روغن کنجد برای استعمال داخلی. میخوای مثلا توی بینی بریزی، میخوای توی گوش بریزی، میخوای بخوری بعضی وقتا، درمان به شکل خوراکی. خب این هم باید کنجد باشه، پای کنجد باشه. یا مثلا کسی میخواد پنبه تو مقعد بذاره، جلو بیماری سرماخوردگی انفلانزا میگیره و درمان هم هست، ولی به این شکل. خب این روغن کنجد لوچی چشم و استرابوس هم میزنیم. برای لوچی چشم 2 قسمته، یکی به بیرونه، یکی به داخله. لوچی چشم 2 تا. خب این درمانش اولا هر 2 نوع لوچی، یکی روغن بنفشه روی ابرو بمالن. دوم این است که اگر به بیرون باشه، ورزش چشم به این شکل خودکار میگیرن، نوکش نگاه میکنن، آرام آرام میارن تا جلو بینی، روزی 5 مرتبه شروع تا 20 مرتبه برسه. ولی اگر به داخل باشه، علاوه بر روغن بنفشه 2 تا خودکار میگیرن، یکی اینور یکی اینور، و هر 2 سر خودکار را نگاه میکنن و آرام آرام میارن جلو. این به مرور زمان مدت میخواد، به مرور زمان این مشکل لوچی و انحراف به داخل رو درمان میکنن. خب این راجع به کوچک شدن مغز. البته یه سری چیزها برای مغز مفیده و مغز ساز است، مانند کدو، مانند سداب، مانند خرفه برای مغز و رشد مغز مفیده. حالا ممکنه چیزهای دیگه هم باشه. این یکی تمام شد. بحث بعدی حالا برای امشب آخریه، بحث تومور مغز است. خب الان متاسفانه این بیماری شایع شده و خیلی ها مبتلا میشن. پزشکی جدید عمل میکنه، تو در میاره، کامل در نمیاد، یا قسمتش، یه مدت دیگه دوباره رشد میکنه. و این کار عمل مغز کار آسانی نیست و چه آسیبهایی به انسان میزنه و در حقیقت
طب شیمیایی در مقابل تومور مغز عاجز و ناتوان است و اما درمانش در طب اسلامی یکی از درمان‌ها داروی صفا. داروی صفا با آب مرزنجوش است، چون صفا حمال داروها به مغز است، به سر. بله؟ حمال مرزنجوش. صفا با آب مرزنجوش. یکی هم داروی صلعه. سومی داروی پیامبر با آب مرزنجوش. چهارم دستور ورم، دعای ورم. پنجم ژل رویال و عسل. ششم جامع با آب مرزنجوش. هفتم قرص خون. هشتم داروی قطره مرزنجوش جامع است. نهم داروی شافیه با آب مرزنجوش. این 9 تا دارو برای درمان تومور مغز. و حالا این به مدت 2 ماه باید این داروها را مصرف کنند. البته 1 ماه مصرف کنند، عکس بگیرن، اگر خوب شد، اگر نشد دوباره مصرف کنند تا 2 ماه. اگر جواب داد، اگر جواب نداد داروی صفای 2 مصرف کنند به جای صفای 1. داروی صفای 2 انشاءالله مصرف کنند و انشاءالله مشکلشون برطرف بشه. آیا سلعه هم حمال لازم داره؟ نه، سلعه حمال نمیخواد، خودش خوش کنه تو دست. آب آوردن سر یا اون بنجی بله؟ همراه با عفونت باشه اون چی؟ اون برای منرژیت که داروی جامع با مرزنجوش بخورن شکل خوراکی. داروی دوسین هم خوبه، جامع عسل هم خوبه. خیلی خوب، برای امشب به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.